سلام بچه ها، به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. همراه با مجتبی. امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. اومدیم که با هم ماینکرافت بازی کنیم. بچه شیدر نزدم ها، این خود بازی اینطوری بود و امیدوارم که خوشتون بیاد. مجتبی بله سلام. سلام، خوب هستین؟ خوبیم. من امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد دیگه. خب مجتبی بله. بیا بریم. اولین کاری که باید تو ماینکرافت کرد فکر کنم همتون بدونین دیگه. آره، چوب کندنه. این ورد همینطوری عشقی میذاریم دیگه، یعنی قصدمون اسپید ران و اینجور چیزا نیست. همینطوری عشق به هم ویدیو میذاریم، میریم جلو و بعد بریم دهن واردن رو بیاریم پایین. ایشالله چند قسمت آینده بریم سراغ چیزای دیگه. فعلا قصدمون اینه که اسپیدران کنیم. آره، اسپیدران که گفتم نمیخوایم بکنیم فعلا دیگه. اسپیدران یه ویدیو دیگه. بچه ها امیدوارم از ویدیو اول ساختی؟ منم ساختم که. خب کلنگ بسازیم. کلنگ ساختم. فکر کنم همینجا جای خوبی باشه واسه خونه ساختن ها، ولی من میخوام کنار آب باشه. کنار آب. خب خوبه جاش دیگه. همینجا ویدیو چیزا میگم، ویدیو همینجا میسازیم دیگه خونه رو. من چوب بکنم. بچه ها ویدیوی تو کامنت ها بگین که ویدیوی بعدی چی باشه. همین ماینکرافت رو ادامه بدیم یا اینکه بریم سراغ بازی دیگه مثل کالاف یا ای فوتبال. کالاف من نمیتونم. راست مجتبی کالاف نداره. بچه این ویدیو، خب این ویدیو که مستقیما نته چون شروع کاره به 1000 تا نمیرسه، ولی اگه یک این ویدیو لایک بخوره مجتبی رو براش کالاف میریزم بیاد بازی کنه. نه این کاری کسی خوب نمی‌کنه. حجم ندارم. مجتبی بله. تو کالاف یا پابجی یا فورتنایت؟ فورتنایت نه علاقه دارم. بچه ها تو کامنت ها هر فوشی میخوام بدیم مجتبی بدین، راحت باشین، آزاد. فقط کالاف فورتنایت دیگه چیه؟ مجتبی تو در چه حالی؟ من دارم زمین رو میکنم. اول کالاف بعد فورتنایت. چرا؟ ای بابا. بچه به یک برسه براش میریزم کالاف دیگه، شما نگران نباشید. بچه لایک ندیم بچه، ماینکرافت بهتره. بچه من حجم گوشیم نمیرسه، همینجوریشم چند تا بازی ای فوتبال اینا رو به بدبختی ریختم یه جورایی. حالا پول زیاد باشه گوشی بخرم. کندو بکن. چوب افتاده بود. کجایی مجتبی؟ مجتبی میمون درختیه. رو هوایی؟ چون هیچی دیگه میگم اینجا هم جای خوبیه واسه خونه ساختن. آره عالیه. چوب چقدر داری؟ 27 تا. 27 تا؟ یکم بهم بده. بیا. خونه رو میخوام بسازم. بچه من معماریم از مجتبی بهتر. خب به نظرم خونه زیر زمین باشه. بچه اگه این ویدیو به 50 تا لایک برسه خونه رو زیر زمین میسازیم. از ایده خوبیه دیگه. باید یه طوری لایک بگیرم دیگه. مثل چیز شدی، اول باز شدی میگه چیز به من برسه. چکار کنیم؟ خب تو فعلا چوب بکنی، منابع رو ببریم بالا. کم سنگ میدی؟ برد الان میسازم. کم تبر بسازم. بی بساز اینجا سنگ تبر. داداشی که رفتین تیبل این بالا هست دیگه بیای. بر پایینم میخواد. بیا دیگه، بیا برای 6 تا دادم. کجا رفتی؟ ببینم که رفتین تیبل. نه اون بالا باشه، این بالا باشه بابا داداش. بالا باشه. بالا چرا؟ خب بابا یک دونه بالا یه دونه پایین دیگه. خب باشه. بعد بریم آهنم پیدا کنیم ها. مشتبه الان که نه دیگه. چرا با همین الان پیدا کنیم؟ بیا برو بابا. حالا من همین 2 دقیقه پیش بچه ها قصد اسپیدران نداریم. من دهنم پاره میشه بخوام این همه کار کنم تو چند ثانیه. مگه تو قراره همین کار رو انجام بدی؟ نه تو میخوای انجام بدی. یه جوری میگه انگار تا الان همه کارا رو تو انجام دادی. آره چوبایی که الان دستت مال منه، داری باش وسیله میسازی. تبر سنگی که دست توه مال منه.
سنگاش برای توی چوبش که برای خودمه. باش تو بدل اشکال من نداره. بازی کردی اوریان. وای دارم چیکار میکنم؟ نمیدونم توی دیگه چیکارت بکنم به تو بگم. بچه چی دارم میگم به دوران بچگی. الان که بچه هستم ولی باش. حال کردی؟ مجتبی بله. گوسفند باید بکشی ما شب بشه دهنمو سرویسه. گوسفند. آره من برم بدم. یا خدا من چیکار کنم الان؟ برو گوسفند پیدا کن. منم میرم پیدا میکنم. تو یکی تو وقت سه تا اوه چرا بریم زیر زمین؟ بچه بایومی پیدا کردم ها. آرونم مجتبی باشه. بیا بله. اینجا آهن هست. از تو میدونم. گوسفند رو پیدا کن. یه لحظه اینجایی؟ یه لحظه مختصات خونه رو حساب کنم. مختصات تو حساب کن بعد بیاد. باش سلام میاد. الان اونا نمیشه که خونه ها هنوز. منفی 45 منفی 86. اوکی بریم. ارتفاعمون یکم بالاه. مجتبی ببین گاو. زغال و اینا دیدی بکن حتما باش. دو گاوم بکش گوشتشو نیاز داریم. گاو برم بکش. خوک نکشی یا نه. خیلی ناراحت هم میگه خوک نکشی. من به احترام یه بنده خدایی به نام تکنو بلیدو میشناسی؟ تا یه جاهایی. بچه ها اگه تکنو بلیدو من میشناسین به من بگید تو کامنت ها بگید. به مجتبی بگین کی بود. مجتبی آریان نظرته؟ او قار پیدا کردی؟ کجا؟ پرچم مجتبی بالاست. اونجا؟ بیا پیش من دیگه. بذار الان میام. میگه کجا؟ تو جیب من بیا اینجا دیگه. قارش فکر نکنم زیاد چیز باشه. من نظر چه میرزی زمین؟ زغال داره. آها زغالا رو بکن باید ترش بسازیم آجی. آفرین دقیقا. مجتبی خبر بهت بدم چی؟ داره شب میشه. آدم بیا خونه بیا میگم خونه بیا اینجا شب اینجا سپری کنی. نه، بچه بیا اگه بیا لایک بیا کنیم ویدیو به 2000 تا برسه صبح میکنیم. داداش بچه ها شما هم فکرم یه سری رو دیدین که میگه بچه ها سلام اگر مثلا با لایک شما من مثلا واردن اسپام میشه. این ویدیو رو احتمالا همتون دیدین. بعد یارو کریتیو میکنه میره چیز میکنه. اینجایی پایینی؟ بشین معدنی ساختی. اینجا رو یکم صافکاری کن بابا. چیه کج و کل خونه. خوبه بکن حرف نباشه بزنی فوش گذاشتم هرکی بزن. من نبودم. دستم بود تقصیر اصلی من بود. اوه بچه ها اگر مثلا تو کامنت ها بگی که مثلا بریم چیز کنیم میریم چیز میکنیم. چیز کنیم چیز چیپس بخوریم. نه چیز چیه؟ ای بابا همین یادم رو اسپیدران خب تمام شد بیا تمام شد. تمام. دست تخته کنم بیا بریم داخل. داخل بر چی؟ شب نشده مگه غروب واجی بیا پایین. غروب چیه؟ خورشید داره با مثلا اینجا چی داره؟ اینجا هم زغال بابا داره. بیا پایین آجی. بیا پایین بابا بیا پایین. آره یه لحظه اینو ببین. من نیستم یه دقیقه بیا مجتبی. لحظه باشنم چه خبره اینجا. مجتبی بیا شب من در بستم دیگه نه آجی. من اومدم وایسا داره تاریک میشه. خب داره شب میشه دیگه بیا. مجتبی یه جایی گیج کردم بغل جنم نمیرسه اونجا گیج میشه کنم. بیای. در خب. تخته کن در تخته نه کن. یه دقیقه تخته نکن در تخته. بابا یه دقیقه نکن من توش بذارم. خب حالا تخته کن. وسیله هم تموم شد. خب بیا داخل دی. داخلم. اوکی من. بستم. بعد اینجا خونه قشنگه. بذار برو اونجا وایسا به بچه ها اینجا رو نشون بدم. بچه ها اینجا خونه ماه. آخ برنامه سرویس میشه برای آپدیت این ویدیو. خب بکن نگو نت قشنگ ایران. فقط میدونی بدیش یعنی که مجتبی بعضی وقتا نیست. بچه ها میدونم خیلی صحنه بدیه ولی خوب دیگه. الان داره تو دلش بندری میزنه. حتی شما میدونم شما خوشحالین که ویدیو رو فقط دارین با من میبینین ولی خب بخواب
بچه ها فقط با من حال میکنن. بچه ها هنوز ما رو نمیشناسن، هنوز ویدیو آپلود نشده. ببین چه اسکلت بر من هیچ دیگه هست. نمیدونم منم بزنمت. نمیتونی. بذار زغالو بذارم. آقا گوشتم نداریم چیکار گوشت دارم. کنیم؟ داری؟ خب بذار داخل چیز بپز. چند تا؟ یه دونه. دمت گرم. ببین از اونجایی که من خب خیلی تو دوست دارم و خیلی تو ای پسر بابا. گلی هستی، گوشت من خودم برمیدارم. برداشتی؟ نوش من بیشتر کار کردم. نه بگی گناه داری، من فداکاری میکنم. دیدنم چقدر گشنته. یه قد اینقدر. تو دوتا. آقا قبول نیست با اختلاف یکی داری گوشت میخوری. بسه یه نگاه ای نامرد برو. ببینیم چی شد. صبح شد نشد. بچه نصف شبه برم بیرون. چی بیوی دار الان مور خوش. الان کلیپر خوش وای ای بر داخل. خودت نرم بچه. یه ورد دیگه داشتیم تنهایی داشتیم بازی میکردیم چند وقت پیش. مشتبه یاد خونه ساختن 2 بار کلیپر جلوش ترکید. کلیپر بدترین ما مایکرافت. واقعا حتی حال میده نباشید مایکرافت سود کوره. یکی نیست مثلا اذیت کنه پلیر رو. خب ولی واقعا وسیله بدترینه. سنگی آماده شد. همه رو ساختی؟ الان فرض کن اینجا آیرون پیدا کن. آیرون که تو این ارتفاع نیست. بذار سنگامون رو فعلا تکمیل کنیم. الان ارتفاع چندیم؟ ما میریم تا ته دیگه. خدا خواست به ما آهن میده. نمیدونم الان چنده تو این ارتفاع 64. قدیم 11 بود. فکر کنم خیلی وقت پیش بود. من دیگه نمیدونم. الان چند؟ بابا انقدر نورانی نکن خونه رو دیگه. خونه بذار نورانی باشه دیگه. خونه که نیست. حالا چیه؟ حالا چقدر نیست. بریم بعدا همونجا که پیدا کردیم اونجا زندگی. اینجا هم که معدن هستن. الان چرا داری میری بیرون؟ بچه من بازم میگم شیدر نزدم ها. حالا چیکار کنیم تا صبح؟ به ملاتو نده. کیبیمنتوری نیست دیگه طبعا معمول. نه چرا با کیپیمنتوری کنم من؟ بیا بریم پایین تر. یه قلقل بازی کنیم. دمت گرم. سب کن بر کنار من اینجا رو پله‌ای بزنم. خدافظ. برو. مشتبه یه چیز بهت بگم همیشه یاد بمونه. هیچ وقت اینطوری صاف نکن بریزی زمین. یعنی زیر لوا میاد. آره حتی تو آپدیت جدید دیگه این اتفاق کمتر شده. برای همین اگه مستقیما بکنیم بریم پایین ای دمت گرم. آسیبی نمیبینی. بده یه کلنگ دیگه بساز. من کلنگمو دادم به تو. داشت باید میدادی. کلنگو پس بده. یه کلنگ جدید بساز. چند تا چوب که داریم ایشالله دیگه. همیشه یه در این حد دارم دیگه. سبلینگ ببین صبح شد برو سبلینگ بگیر. من دارم. آره من 6 تا دارم. یه کلنگ هم شاید مثلا یه وقت رفتیم یه جای دیگه. کلنگ آقا دارم فعلا. انداختم برات. کجا انداختی؟ اینجاست. برداشت. آره کلنگش سالمه. یه اصیل سگ نجیبه. 2 استک و 20 تا من سنگ دارم. بذار چیز بگیرم. ندارم من. دارم چست بسازم؟ چست نه آجی خودم بیسمون چستم. نیست که. بیسمون نیست. ببین اینجا فعلا زندگی کنیم صبح شد بریم یه خونه بسازیم. خونمون که بالاه زیر زمین. چیکار کنیم؟ زیر زمینی باشه، روی زمین معمولی باشه، خونه درختی بسازیم. نمیدونم ولی به نظرم بیا ویدیو رو هم اینجا تموم کنیم. بقیهش تو پارت دوم بذاریم. خب بچه تا یه ویدیو دیگه خدافظ. نه آقا یه دقیقه چی؟ بچه ها امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه با این مجتبی. فعلا خدا. چون نمیشه زده و بسن اینو نمیشه زد دیگه. بچه فعلا خدا حافظ. هلیکوپتر